یعنی ما باید هر چیز ببینیم یاد خدا کنیم. فرزند به دنیا میبیا، فرزند از دست ما میروه، فرزند ما نابود میشوه، خاندان ما در خرسندی میبیا، خاندان ما در فقیری میبیا. بعد از او حضرت میپرسن سفیان ابن عیینه را که حضرت چرا شما این گونه اینقدر آرامه؟ میگه زمانی که خضر علیه السلام به یک وادی میگذشت، قدیم موسی پیامبر که داستانشان در سوره کهف به یک وادی میگذشتن که کودکا بازی داشتن. یک کودک حضرت خضر گرفت چیکار کرد؟ در سوره کهف سری کودک کند پرتافت و گفتن خضر چرا این کار کردی؟ حضرت موسی پرسید، گفت برای اینکه این کودک برای او کشتم که آینده به دست این چنان کفر در این زمین جاری میشد که زمین کافرستان میکرد. من برای همه کشتم شد. گفت قصه همون را من در بچه‌ام میبینم، شاید بچه من آینده یگان آدمی بی‌ذیبه که خدا بردش. یا ما را امتحان کرد. خضر علیه السلام گفت کودک گذشت کشت.